خب اومدیم با یه ویدیو دیگه از داش صبحان سراجفر. تو این ویدیو میخوایم درباره خواننده محبوب دلهامون امیر تتلو میخواستیم صحبت کنیم. امیر تتلو باهاتون صحبت کنیم. امیر تتلو میشناسیدش؟ بله. خواننده‌ای که تو این چند سال اخیر پر از حاشیه بوده. حالا دور از فارغ از هر حاشیه‌ای میخوایم درباره کارهای مثبتی که برای جوانامون تو این چندین سالی که بوده انجام داده صحبت کنیم با مردم عزیزمون. خلاصه که همین دیگه. خیلی دوستتون دارم. بریم که ببینیم مردم چی میگن. لایک و کامنت یادتون نره. شما هم دیدگاهتون رو برام این پایین کامنت کنید که ببینم داستان از چه قراره. خب بریم ببینیم تو پارک کیو پیدا میکنیم که بتونیم یه گفتگو خودمونی رو باش داشته باشیم. دنبال من بیاین. خوب هستین شما؟ سلامت باشین. قربان شما. خانواده خوبن؟ سلامت باشین. ما با دوربین اومدیم. حالا ببخشید اینطوری اومدیم اوقاتتون رو تلخ کردیم. بفرمایید. یه چالشی داشتیم ضبط می‌کردیم، یعنی می‌خواستیم بگیریم. اون چالش هم اینه که اومدیم درباره خواننده محبوب دلها و جوونامون امیر تتلو باهاتون صحبت کنیم. شنیدین اسمش؟ چه جالب. خواننده هم هست. بله. حالا به حاشیه‌اشو کار نداریم. ما کلی حاشیه داره و این داستانا، ما اصلا کاری با حاشیه‌شون نداریم. از بین اون همه کارهای مثبتی که برای جوونامون، برای کشورمون انجام دادن، 2 تا از اون کارهای مثبتی که امیرخان تتلو انجام دادن اگه بتونید بگین، یه هدیه از طرف تیممون به شما تعلق که در رابطمون نماز درست تشویق میکرد. چند سال پیش دیگه در رابطه با ورزش خیلی تبلیغ. آفرین تبلیغ جوونامون به ورزش کردن. بله 100%. چند سال پیش یادمه خودم دقیقاً. بعد اینکه 2 تا رو گفتی دیگه. باری کله دمت گرم. با این سن و سال اینقدر خواننده محبوبمون رو میشناسی. مرسی. واقعا توی زندان سپری میکنن که ان شاءالله دم عیدم هستش. بزرگترامون ان شاءالله که دست به دست هم بدن، یه بخششی صورت بگیره. جای هنرمند توی زندان نیست. واقعا نیستش. جایزمون رو می‌زحمت بیارین که یه هدیه ناقابله از طرف قربان شما. این تندیس ما هستش که از طرف ما به شما رو به دوربین شاخ نمیزنم اونجا. ان شاءالله که همیشه سایه‌تون بالا سر خانواده‌تون باشه. برو بریم ببینیم کسای دیگر رو میتونیم پیدا کنیم. این